پالاتای حساب تاجیکستان برای نخستین مرتبه با تفتیش اگروینوست بانک و تاجیک صادرات بانک دو بانک مشکل داری تاجیکستان شروع کرده است. نتیجه های پیشکی سنجش پالاتای حساب نشان داده است که در برابر مشتریان کارشناسان قرضه نیز در برنگشتن قرضهای بانکی مقصر می باشند. یک قسم مسئولین بخش قرضی اگروینوست بانک که محض بر اساس خلاصه آنها بانک به مشتریان قرض داده است موظف شدند که قرضهای داده‌شان را پیدا کرده به بانک برگردانند. یک مسئول پالاتای حساب که نخست نامش ذکر شود روز 15 مارس در صحبت با رادیو آزادی گفت سنجش این نهاد نخست از اگروینوست بانک شروع شده است. به قبل منبع سنجش در نیمه دوم ماه فوریه آغاز گردیده. در این کار با مفتشان پالاتای حساب همچنین کارمندان آژانس ضد فساد نیز همراه شدند. به قبل این همصحبت رادیو آزادی سنجش مذکور تنها یک هدف دارد که این هم باشد پیدا کردن راههای برگرداندن قرض بانک‌ها از مشتریان می باشد. مسئولین پالاتای حساب میگویند نمایندگان آنها در نوبت اول قرضهای مشکل ستان بانک‌ها را معین کرده سبب‌های آن را آموخته ایستادند که چرا این قرضها سر وقت به بانک‌ها برنگشتند. نتیجه های پیشکی سنجش پالاتای حساب معین کرده است که در سر وقت برنگشتن قرضهای بانک‌ها از جمله اگروینوست بانک کارشناسان قرضی نیز مقصر میباشند. کارشناسان قرضی آن مسئول بانک میباشد که در بخش قرضی فعالیت کرده تنها بعد از خلاصه مثبت او به مشتری قرض داده میشود. فردوس نوروزوف یک کارشناس قرضی از ولایت سوخت که از جریان سنجش پالاتای حساب آگاهی دارد در صحبت با رادیو آزادی گفت سنجش حالتهای زیادی را آشکار کرد که مسئولین بانک‌ها با کمبودی‌های جدی راه دادند. جناب نوروزوف گفت فعلا هدف گشودن پرونده جنایتی و به حبس گرفتن کارمندان بانک نیست چون در این حالت برای بانک هیچ فایده نمی رسد. به قبل این همصحبت رادیوی آزادی مقصد اصلی این برگرداندن قرضها به خزینه بانک ها می باشد و به این خاطر حتی به چند کارشناس قرضی مهلت داده شده است تا مبلغ بانک را برگردانند. محسن نوروف مسئول یکی از بانک‌های تجارتی که تجربه بیش از 12 سالی کار در نظام بانکی تاجیکستان را دارد میگوید در چند بانک کشور محض عامل‌های فساد و شناسبازی چشم کارشناسان قرضی را به قبل کور کرد و آنها وظیفه اصلی خود را اجرا نکردند. تحلیلگران امور بانکی میگویند مشکل یا سبب اصلی که حجم قرض‌های مشکل ستانی بانک‌ها را بالا برد این منیجمنت یا اداره کنی بانک‌ها میباشد. محض خنک نظری و از عهده کار نبرآمدن کارشناسان قرضی به قبل مهربان برهانوف سبب شد که تا مبلغ بانک‌ها سر وقت به خزینه آنها برنگردد. این تحلیلگر امور بانکی میگوید با جای داشتن است چند عامل از جمله داشتن شناس در سطح رهبران فیلیال‌ها امکان نمی‌دهد که نفری قرض گیرنده درست سنجش شود. جناب برهانوف میگوید با تجربه از وضع ناگوار بانک‌های نظامساز تاجیکستان دیگر مؤسسه‌های مالی باید مسئله کدری را در مد اول گذارند. باید منبع این شاید برای بانک‌های حاضره ما بانک‌ها تشکیلات‌های امانتی قرضی خود درس عبرت هم باشد. فهمیم بعد شاید در مد اول باید مسئله‌های کدری دیده برآمدشان از همه اساس. پالاتای حساب در حال به تفتیش اگروینوست بانک و تاجیک صادرات بانک شروع میکند که ماه ینور حکومت تاجیکستان به این دو مؤسسه مالی 2 ماه مهلت داده بود تا مسئله های خود را حل کنند.